خب بچه ها این چیه؟ جایزه چی؟ آفرین. گفته بودم هر کی توی امتحانات پایان ترم نمره خوب بگیره بهش جایزه میدم. اما همتون منو غافلگیر کردید و نمره‌های خوب آوردید. حالا این شما اینو این یه جایزه. چیکار باید بکنید؟ قرعه کشی میکنید. اسم هر کی در اومد جایزه رو میدیم به اون. موافقین؟ پس بیاین اسماتون رو به این برگه ها بنویسین، بعد بندازید توی این ظرف تا قرعه کشی. امیرحسین اسکندری، تشویقش کنید بچه‌ها. امیرحسین بیا پایین.